وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نشر یک اطلاعیه رسمی خبر به مسجد جامع افشی قلچه نویه باباجان غفوروف حمله کردن نیروهای قرقیزستان را تصدیق کرد و گفت که این حمله بعد اعلان آتش بس صورت گرفته باعث هلاکت ساکنان آسایشته شده است. وزارت درباره شماره قربانیان این حمله یگان رقم نآورده است، ولی قبلا ساکنان درباره کشته و زخمی شدن چندین نفر خبر داده بودند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان جانب قرقیزستان را عیبدار کرده است که بعد به موافقه رسیدن طرفها اوید به منع استفاده سلاح و لوازمات جنگی در منطقه های درگیر نزد سرحدی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان و اعلان آتش بس جانب جمهوری قرقیزستان عهد شکنانه با استفاده از مهمات وزنین جنگی از جمله چرخ بالها، هواپیمای بی‌سرنشین ضربه زننده، منزل‌های استقامتی شهروندان و انشاءات جمعیتی تاجیکستان را هدف حمله حربی قرار داده است. در نتیجه ساکنان آسایشته به هلاکت رسیدند. بنا به گزارش از جمله 16 سپتامبر سال 2022 تخمینا ساعت 17:20 در جماعت دیوات افچی قلچه نویه باباجان غفوروف با استفاده از هواپیمای بی سرنشین مسجد جامع که در پهلوی مکتب میانه رقم 8 جایگیر است خراب کرده شده است. همچنین در این منطقه دهها خانه استقامتی شهروندان، مرکزهای خدمت رسانی، نقلیات جمعیتی و شخصی مورد حمله حربی و نظامی قرار گرفته است. طور قبلا خبر دادیم در جماعت افچی قلچه نویه باباجان غفوروف شام 16 سپتامبر الکی بعد اعلان آتش بس در نتیجه حمله درون یا هواپیمای بی‌سرنشین قرقیزستان چند ساکن آسایشته کشته شدند. به گفته شاهدان مردم به کوچه برآمده بود تا با اعلان آتش بس و ختم مناقشه همدیگر را تبریک کنند، ولی در این زمان یک درون ازدحام در کوچه جمع آمده را تیرباران کرده است. در دست اداره بمبداد ثبت اسارت این حمله است، ولی کادرها چنان دهشت آورند که از نشر آن خودداری میکنیم. شاهدان درباره دست کم 10 قربانی این حمله با هواپیمای بی‌سرنشین خبر میدهند. یکی از کشته شده ها عبدالواحد عبدالقیوم سردار ریاست بودجه اجتماعی در سرریاست مالیوی ولایت سوخت بوده است. در این باره دوستان و همکاران او در فیسبوک خبر دادند.